مرد سیندرلایی یکی از 5 فیلم برتر سینمای هالیوود محسوب میشه که با موضوع بوکس ساخته شد. این فیلم پر افتخار داستان واقعی زندگی جیمز جی برادوک رو نشون میده که تو شرایط بد اقتصادی تونست به یک قهرمان تبدیل بشه. جیمز با بازی راسل کرو بعد از شکستن دستش توی رینگ از مسابقات خارج شد. حالا اون به عنوان کارگر روزمزد سعی داره درآمد داشته باشه، ولی وضعیت مالیش قرار نیست رو به راه بشه تا وقتی که به طور اتفاقی به جای بوکسور مصدوم شده دوباره به رینگ مسابقه برمیگرده. این فیلم 144 دقیقه‌ای آمریکایی سال 2005 منتشر شد و تا حالا تونسته با حدود 180,000 رای تو